به نام خداوند بخشنده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده گرامی، خواستیم امروز با شاعر و روزنامه‌نگار استاد ظفر صوفی در موضوع نشست مطبوعاتی در تاجیکستان و نفع آن به جامعه صحبت کنیم. خوش آمدید استاد به برنامه. تشکر درود از بر شما و تشکر درود از به شما بیننده های شما. دعوتی بود که و سلامت باشید. در این برنامه 60 دقیقه‌ای با ما هستید. چی طوری که ما در شروع برنامه اوید به این موضوع نشست‌های مطبوعاتی در تاجیکستان هر 6 ماه بعد می‌گذرد، خواستیم که نظر شما رو در رابطه با این موضوع یعنی که گرفته باشین. شما خود در تاجیکستان یک رسانه مستقل را راهبری میکردید و خوب آگاهی دارید از این نشست‌های مطبوعاتی. خواستیم که سر اول نظر شما را در این رابطه بفهمیم که آیا همین چی نفع دارد به جامعه همین و نشست‌های مطبوعاتی که از طرف حکومت و مقامات ها بعد از 6 ماه برگزار می شود. ما می‌خواستیم نظر شما سر اول در این موضوع بگیریم. سلام علیکم دکتر. خواهش میشد. خب ببینید، نشست‌های مطبوعاتی به این شکل حاضره که وجود دارد در وزارت و ادارات اصلا از سال 2011 فکر کنم شروع شد و اول طبق قرار رئیس حکومت نشست‌های مطبوعاتی هر 3 ماه یک بار باید برگزار میشه و واقعا یکی دو بار همین خیلی 3 ماهی برگزار شد و چون در این 3 ماه خیلی از اسرار حکومت فاش شد، خیلی از بی‌صلاحیت بودن منصبدارا، مقامات یا وزیرا برای مردم آشکار شد در نشست‌های مطبوعاتی. چون نشست مطبوعاتی مثل یک آینه است، آینه‌ای که در روبروی یا مقامدار میبرن میگذارن. منظورم البته نشست مطبوعاتی و روزنامه نگارا که ژورنالیست‌ها، اینا هرچی میدیدن ثبت میکردن و به مردم میرسوندن. وقتی اینطوری شد، فکر میکنم تصمیم گیرنده اساسی کشور امامعلی رحمان به این نتیجه رسید که اون وزیرای بی صلاحیتی که مانده دارد شرمندهش میکند و نیامد اونا رو برکنار نکرد، نیامد مثلا ریشه‌ای کار درست نکرد بنیادی، بلکه آمد یک طریق مثلا اجازه داد که نشست‌های مطبوعاتی کمرنگ شوند و در 6 ماه یک بار برگزار شد. حالا از اون وقت به بعد از هر 6 ماه برگزار میشد و آیا نفع دارد یا نه؟ ببینید، من راستش خیلی کم پیش آمده که خودم شخصا در نشست‌های مطبوعاتی اون زمانی که در تاجیکستان بودم و رسانه‌دار بودم حضور پیدا کردم، چون من وظیفه دیگر داشتم، اینه که به عنوان مؤسس، صاحب رسانه و سردبیر یک نشریه من بیشتر برنامه‌ریزی میکردم برای حضور همکارانم در این نشست‌های مطبوعاتی و تامین امنیت فعالیتشان. و طبیعی است که در روند همه گویم نشست‌های مطبوعاتی قرار داشتیم، میدیدیم که چجوری میگذرد، چیکارا میکنن، چها میگویند وزیرای حکومت و رئیسای ولایت ها و ناحیه ها و در مجموع همه اونایی که مقام دارن چی میگویند، چقدر صلاحیت دارن، اینا رو مشاهده میکردیم. و یکی دو بار همون زمانی که 3 ماه بود تا جای نشست‌های مطبوعاتی آزاد بود، بعضی حرفا گفته میشد، اما متاسفانه بعدی که 6 ماه شد این نشست‌های مطبوعاتی یک حالتی گزارشی سال ماه 6 ماهه وزارت رو خواندن شد. یعنی مثلا وزیر می آمد یا رهبر اداره می آمد، از
قبل آماده شده یک متن آماده شده میخواند و تلاش میکردن که مثلا نیم ساعت شاید یا مثلا حد اکثرش 1 ساعت شاید نشستی مطبوعات. شما تصور کنید در یک اداره یا در یک وزارت 6 ماه چقدر حادثه ها رخ میدن، چقدر تغییرات میشد و برای در حدود 1 ساعت میخوان اینا بگوین و جانشون خلاص کنن. یعنی یک جوری صحنه سازی شد، مسخره شد نشستی مطبوعاتی و طبیعی است که به عنوان یک صاحب رسانه، به عنوان یک روزنامه‌نگار از این من خوشم نمی اومد و خوشم نمیاد حالا هم. اما آیا نفع دارد یا نه؟ ببینید در هر صورت به شکلی که الان هست من فکر میکنم شاید 10% نفع داشته باشد برای مردم، چون بعضی چیزا گفته میشد، بعضی خبرایی که مشکل است در وقت دیگر خبرنگارا با توجه به اینکه ادارات کشور، وزارت خانه ها و حکومت کشور، مقامات کشور خیلی بستن و با رسانه ها مخصوصا به رسانه های مستقل اصلا همکاری نمیکنن. به رسانه دولتی هم همچنین، چون رسانه دولتی دیگه مشخص که هر چی از بالا فرمان میتن بنده خدا همون انجام میتن دیگه. اونجا مثلا صحبت از روزنامه‌نگاری و این چیزا متاسفانه خیلی کمتر است. یعنی انجام رسالت یا روزنامه‌نگار متاسفانه به عنوان یک آینه در برابر جامعه بودن در رسانه‌های دولتی حقیقی مشاهده نمیشد. اونا خوب یه دستگاه تبلیغاتی هم دیگه. خب از این نظر مشکلات به هر صورت یک چیزی گفته میشد و درست که نفع هست، اما اگر نشست مطبوعاتی واقعا درست انجام بگیرد، چرا واقعا خیلی حرفا گفته میشد و مردم از خیلی چیزا آگاه میشن، مطمئنن که منفعت خواهد آورد. سلامت باشید استاد گرامی که اندیشه خود را ابراز نمودید در این رابطه. و اینجا یک ایده برادران ژورنالیست و فعالان مدنی یک چند سوال ها با ما که فرستادن ارائه کردن تا فکر و نظر شما رو وابسته به همون سوال ها بفهمم. شما در تاجیکستان همچون رسانه‌دار فعالیت میکردید. آیا همین نشست‌های مطبوعاتی که در تاجیکستان برگزار میشد قناعت بخش کننده بودن یا نه؟ برای مثلا یک روزنامه‌نگار، برای یک بله ببینید به هر صورت واقعا قانع کننده نمیتونست باشد، به خاطر اینکه عرض کردم در دوره اول همون زمانی که مثلا 3 ماه بود، یکی 2-3 نشست مطبوعاتی جالب بود و برای ببینید سال 2011 بود، زمانی که در کشور در هر صورت نظام خودکامه یا که یک حاکمیت خودکامه به این حد نبود که همه کار از او وابسته باشد. یعنی اخیراً مثلا بعد از سال 2015 مثلا کار به حد رسید که بعد که رسانه‌های مستقل هم بسته شدن و احزاب مخالف تمام میشد گفت که از صحنه سیاسی بیرون رانده شدن، وکیلای مدافع که میخواستن واقعا برای مردم خدمت کنند و قانون مداری رو در کشور پایدار نگاه دارن، اونا از صحنه رانده شدن، زندانی شدن، فراری شدن. خب وقتی که اینطوری شد دیگر صحبت از وقتی مطبوعات آزاد، رسانه مستقل وجود ندارد، صحبت از قانع شدن از نشست مطبوعاتی واقعا معنی ندارد، چون دیگه در کشور وقتی رسانه مستقل نیست طبیعی است که آزادی بیان نیست. جایی که آزادی بیان نیست، یک خبرنگار، یک روزنامه‌نگار که مثلا حرفش رساندن خبر، دسترسی به منابع خبری است و وقتی مثلا نمیتونه دسترسی داشته، قانع نیست. واقعا قانع نیستیم که میشد گفت که بیرون آمدیم از کشور. یک تنها من نه، ده ها همکارای من بیرون آمدن یا اصلا ترک خبرنگاری کردن، رفتن دنبال کارهای دیگر، چون دیدن که واقعا خجالت آور است، شرمنده وار است در این وضعیت کار کردن پیش مردم، پیش خواننده ها و بیننده های رسانه ها. سلامت باشید استاد. سوال دیگر این است که این سوال ها البته زیاد آمدن به ما، ولی ما کوشش میکنیم که در وقتی که در وقتی 60 دقیقه و شما سوال ها را مثلا پیشنهاد کنیم و شما هم میتوانید که جواب های پاسخ های مثلا کوتاه بدهید
من شما راضی هستیم؟ اگر خواهش اینجا می‌کنم بفرمایید. سوال برای سوال بود است که چرا جواب سوال هایی که همه میدونند، همه جواب همه سوال هایی هستند که میدونند همه، ولی با این رو میخوان که از زبان مقامداران در همین نشست های مطبوعاتی بشنوند و خود مقامداران بعضا از چیزهایی که مثلا از موضوعی هست که چیزهایی هست که در نشست مطبوعاتی پاسخ نمیگویند و اظهار بیخبری میکنند. ما میتوانیم درباره ژورنالیست انوره سرکار را بگوییم که من یک سایت روسی رو سر زدم، او در پیگاه قرار دارد، ولی رحیم رمضان از همین سوال گویا که اظهار بیخبری کرد. بله چی است؟ به کدام معنا است؟ گویا واقعا نمیدونند یا اینکه آماده نیستند؟ بله. خب ببینید، دریافت و رساندن خبر وظیفه و ماهیت فعالیت یک روزنامه‌نگار و نشان آزادی بیان است. هیچ کسی حق ندارد و نباید سد راهی گوناگون اندیشی و آزادی بیان شود و فعالیت روزنامه‌نگار را سرکوب کند یا مانع ایجاد کند و فعالیت روزنامه‌نگاری. من به عنوان یک شهروند، به عنوان یک روزنامه‌نگار و به عنوان یک نفری که با سخن سر و کار دارد، همه گونه تلاش حکومت و مقامات انتظامیش برای سرکوب خبرنگاران و آزادی بیان را شدیداً محکوم میکنم، محکوم کردم و تا زنده‌ام انشاءالله محکوم خواهم کرد اگر ادامه پیدا کند. از این دیدگاه خب پرونده باز کردن حکومت تاجیکستان علیه خبرنگاری آگاه و آزاده انوره سرکار و قبلا از این در برضد همسر اون روزنامه‌نگار خیلی سنجیده کار و پخته کار ما رستم جانی یک عمل جنایتکارانه و غیر قانونی است. ببینید چرا مثلا خبرنگارا میان از رمضان رحیمزاده یا هر موضوعی که اونطوری که شما فرمودید، اون موضوعی که گویا مشخص است، میخوان تاییدیه بگیرن، چون کشور یک کشور بسته است. کشور ما متاسفانه برای رسانه ها کشور بسته است. به همین خاطر من عرض کردم که وقتی 3 ماه بود یک کمی بهتر بود، چون موضوع ها در حالتی که نو هستند میشد پیگیری کردن. حالا شما تصور کنید شاید در این 6 ماه مثل همین پرونده علیه انوره باز کردن 10 کار دیگر شاید اشتباه باشه، چون از بس مهلت خبریش تا جای کهنه شده، یعنی که چون رسانه بیشتر دنبال خبری کی فرصتی که انجام گفتنی که مثلا 2 ماه اگر گذشته باشد شاید برای خواننده یک رسانه خیلی جالب نباشه، نگه خب کهنه شده، شاید در نظر نگیرن این چیزا. اگر برای مطلب تحلیلی باشد بله، اما با همچون گزارش خبری یا خبر خب طبیعی است که مثلا چیزی که 3 ماه از این قبل رخ داده شاید کهنه شد. اما یک طریق با زنده کردن اون خبر آمدن از طریق گویم سوال دادن به وزیر کشور یا یک مسئول دیگر میخوان همون خبر مطرح بکنن و تاییدیه هم بگیرن که واقعا اینجوری شده یا نه. حالا چرا مثلا رمضان رحیمزاده در مورد انوره سرکار و که واقعا زحمت کشید و آدم کشی و جنایت هایی که حکومت در بدخشان انجام داد را برای رسانه ها همچون یک روزنامه نگار صادق و صمیمی رسانه‌ای کرد در شبکه، از طریق شبکه اجتماعی، و طبیعی است که از اون طریق بر رسانه‌های دیگه هم رفت. یعنی انوره هیچ جنایت نکرد. انوره وظیفه حرفه‌ای، وظیفه کسبیشه، یک رسالت شهروندیشه انجام داد. آفرینش حکومت باید که اونو تشویق میکرد، نه اینکه باید بیاد بر علیهش پرونده باز کرد. حالا من فکر میکنم در همین مورد باید عرض کنم که پرونده باید بر ضد رمضان رحیمزاده، بر ضد یتیموف، بر ضد امام علی رحمان باید باز شود که اینها بودن که رفتن در بدخشان مردم بی سلاح کشتن. 1 نفر 2 نفر نه، حالا همین 1 نفر هم اگر کشته باشن این جنایت است. اینا گروهی کشتن آدم را، آدم کشی گروهی انجام دادن و امروز هم ادعا دارن که مثلا 1 نفر یا خبرنگار آمده اینا برای رسانه ها پخش کرده، اونا علیهش پرونده باز کردن، در صورتی که باید که بر ضد اینایی که این جنایت انجام دادن
فرمان دادن، عملا حضور داشتن در این مورد، اونا باید پرونده باز شد و اونا باید در دادگاه جواب بگن و مجازات شوند. حالا چرا رمضان رحیم‌زاده خودش هم موسیقی بیگناه نشون داد؟ چون ظاهرا زیر کرسیش به قول معروف آب رفته، اطرافیاش نزدیکاش که خیلی به اونا اعتماد داشت و اونا هم بر اعتماد به این خیلی جنایت ها کرده بودن، مثل دامادش که خیلی آره حساب اذیت کرده بود و چندین نفر دیگه که به حساب با اعتماد به رمضان رحیم‌زاده، خیش رمضان رحیم‌زاده، هم قشلاقی رمضان رحیم‌زاده، شاگرد رمضان رحیم‌زاده بودن و کارهای جنایتکارانه کردن، اونا به هر دلیلی از کار برکنار شدن و این هم احتمالاً کرسشه به قول معروف در لرزانک دیده و حالا میخواد که اصلا مطرح نباشد. اگر توجه کرده باشید چند وقت آخر یتیم فهم مثلا در رسانه ها قرار که مطرح نیست، اونایی که همیشه اونا مطرح میکنن از او قهرمان میساختن حالا چیزا نمی نویسن و من فکر میکنم علتش در این است که این حکومت همیشه یه نفر باید قربانی بکند و اینا که میدونن خودشون، دیگرها که همیشه قربانی کردن دیگرها همیشه دست داشتن، میدونن که شاید قربانیشون به همه خاطر خودشون مستشک بیگناه میکنن، نه ما اصلا خبر نداریم، و اگر در صورتی که خیلی خبر دارد من مطمئنم که خودش شاید مثلا دستور داده باشد برای این کار، اما خودش حاضر میبیند که وضعیتش بی‌زیب است و اگر مطرح شد در رسانه‌ها یک کمی صحبت دربارش بیشتر شاید تیزتر امام رحمان برای برکناریش تصمیم میگیرد، خودش عقیب میکشد و خودش بیگناه نشان میدهد. من فکر میکنم علت اصلی همین است. یک چیز دیگه هم، یک دلیل دیگه هم اینجا این است که اگر توجه کرده باشید اخیراً نمیدونم خدای چندمی امام رحمان یوسف رحمان دیگه خیلی در رسانه‌ها مطرح است، چون اون حالی که بیم زیر کرسیش آب نرفته مطمئن است که خدای رحمان است و هر کاری میخواد بکند انجام میده و در رسانه‌ها هم هست و به قول معروف خیلی در آتش دمش کباب میپزد. سلامت باشید استاد برای پاسخ. و دیگر سوال ماده است که چرا وزیران رژیم، چرا همه مثلا وزیران رژیم امام رحمان دائما از زبان آنها واژه کلمه اکستریمیسم و تروریسم است میبراید و آنها چی پیامی برای مردم دارند توسط همین واژه ها، یا اینکه پیامی همین با مردم چی است ما خواستیم میفهمیم. خب ببینید حکومت های خودکامه معمولا با سرکوب و ترساندن مردم بقای خودشون رو تضمین میکنن، تأمین میکنن، در صورتی که سرکوب مردم در دراز مدت بدبختی ها نه تنها بر سر حکومت خودکامه و مسئولان این حکومت بلکه بر سر خیلی از بیگناه های هم میتوند بیارد متاسفانه، چون میگن در جنگل وقتی آتش افتاد خشک‌تر میسوزد. خودکامه ها همیشه با ترساندن مردم بقاشون عرض کردم تامین و تضمین میکنن. خب برای ترس دادن مردم امروز در جهان مد شده است که عباره های تروریسم و افراطگرایی و از این چیزا، خب اونا هم یک چی میگن، یک لقمه چرب است براشون که از این استفاده و سوء استفاده میکنن. حکومت رحمانوف از زمان آمدنش به سر قدرت همیشه با تقلید از دیگرها، با بازی در روی موج هایی که دیگرها با وجود آوردن کار کرده. حتی قانون اساسی ما اگر بگید که در خیلی از موارد رو برداشته از قانون اساسی دیگه، از صدها قانون میتونم من مثال بیارم که در وقتش مثلا عملی شده و پیاده شده، از قانون های دیگه کشورها اقتباس گرفته شده، کوچاندن حتی، و به همین خاطر هم بعضی قانونا رو اگر روسیه نخونید وقتی این ترجمه که اینا کردن اونو بخونه که آدم نمیفهمد. علتش این که چون اون تاجیکی نیست، اون ایجاد ما نیست، مثلا یک تألیفی یک تاجیک نیست، تفکر تاجیکانه اونجا نیست، برای هم خاطر با زبان برای ما بیگانه است. خب چرا آمدن امروز اینا افراطگرایی و تروریسم بزرگ نمایی میکنن؟ به خاطر اینکه به ترسانن و وقتی هم اگر یه نفر مخالفشونه، یه نفری مثلا منتقده بگیرن با این انگ یا با این گویم متهم بکنن، واکنش جامعه هم متاسفانه خیلی ضعیف می شود. خب میبینن که دیگه
یعنی چون ترساندن و دلیل های هم گویا دارن، در صورتی که اکثریتی این برنامه هایی که گویا عمل تروریستی فرانه انجام میداد و افراطگرا بود، گفتن زندانی کردن، بعدا معلوم شد که بنده خدا یا بر علیه خانواده چیزی گفته بوده یا کاری کرده بوده که مثلا بقای این حکومت خودکامه را در چی میگن در تا جای مثلا لرزانده بوده، ترسانده بوده حکومت حاکم خودکامه را و حکومت اشعاش و بقاش مثلا کمتر کرده بوده. میتوانسته مثلا تهدید باشد به بقای این حکومت و برای ترس دادن از این واژه ها استفاده میکنن. تنها همین قدر اینجا مثلا میگیم که برای تاجیکستان بله معمولا ببینید افراطگرا یا تروریست اگر اونه که برای دفاع از وطنش بلند شده، اونو من مثلا تروریست نمیدونم. در تصور من تروریست اونه که به خاطر کدام یک کار میاد، حالا مثلا خودکشی که دارن انجام میدن، خب به نظر من اینا تروریستن. یا مثلا افراطگرا معمولا آدمای جاهل کم خوانده افراطگرا میشن. آدمی که سواد دارد نمیرد به سمت تروریسم و به سمت افراطگری و حل مشکلاتش از راههای دیگر میجوید. اما ببینید در جامعه افراطگرایی تروریسم همون وقت رشد میکند که سرکوبی افکار و آزادی دینی و آزادی های شهروندی در اون کشور زیاد باشد. یه مثال تا میارم، این آمار نشان داده و کارشناسی هم مشاهده هاشون بیان کردن. زمانی که خودکامه یک دیکتاتوری بود به نام اسلام کریموف در کشور همسایه ما ازبکستان، خب در اونجا وقتی که او سر قدرت بود، بیشترین نفرایی که در حدود جهان حتی با خودکشی معروف بودن از کشورهای منطقه آسیا مرکزی شهرونده ازبکستان بودن. در امریکا هم این کارو کردن، در افغانستان هم، در هر جا، در چندین کشورها، در روسیه. اما از زمانی که شوکت میرزایف سر قدرت آمد و یک کمی آزادی ها داد برای مردم، آزادی نسبی مثلا، و در هر صورت سرکوب را کم کرد و اونایی که مثلا با سرکوب مردم مشغول بودن از وظیفه دور کرد، از قدرت دور کرد، حالا مثلا از ازبکستان کمن، قریب که نیستن. اما متاسفانه اون جایگاه رو که شهروندای تاجیکستان گرفتن. امروز میبینیم که مثلا در کشورهای در ایران مثلا چند عملیات تروریستی انجام، خودکشی انجام دادن و در بعضی کشورهای اروپایی حتی گویا میخواستن این کارا بکنن، آمدن پیش راهشون گرفتن. منظور وقتی که جوانا که نمیتونن آزادی‌هاشون برسن، حقوقاشون مثلا آزاد بیان کنن، اعتراض کردن نمیتونن، متاسفانه میرن به این سمت و اعتراض‌هایی که میشد به طور صلح‌آمیز در داخل کشور انجام بدن، میره سلاح میگیرد، عمل تروریستی و در تحت تاثیر گروه‌ها یا شخص‌هایی که واقعا اینطوری ها نیاز دارن و در زیر تاثیر اونا میمونن. و میبینید که حال ما مثلا متاسفانه همشهری های من و شما، برادرای ما و شما، فرزندای ما و شما امروز در روی خط تروریستان خودکش جای اول میگیرن. علت اصلیش سرکوبگری رژیم است. علت اصلیش اون که عرض کردم افراطگرا معمولا کم خوانده ها میشن، این چیزا جای خودش. بله چون هم هست واقعا ما شاهدی هستیم، زیرا ما از رسانه نگاه کردم از تاجیکستان 5000 نفر در پیگرد حکومت روسیه قرار دارند. یعنی که این روسیه از پیش خود نه، بلکه همان چیزی که حکومت تاجیکستان پیشنهاد کرده است و روسیه و حکومت روسیه همان چیز هست. یعنی که همین امورها وقتی که در هر اکثر آدمایی که بیگناه هستند، گناه نیستن، برای یک سخن، برای یک دیگر اندیش بودن و یک نظر میگویند، اینها اسکوتی میبرند و خودتا میبینن دیگر کشورها میبینن که آمار بسیار است. از روی آمار و یک کس نفری این عمل را انجام میدهند و همه بدنام میشوند. شما چی پیام دارید برای همین مقامات ها تو از همین واژه های افراطگرایی و تروریسم که اصلا با اکثر دیگر نشان یگان تعلق ندارد، همین از این واژه خودداری کردن و همین کارهایی که غیر قانونی انجام میدهند، اینها را
اینا که با این عملها خاتمه دهند. ببینید اگر حکومت واقعا ملی باشد، حکومت اگر مردمی باشد، نمی اومد به این حد در روی خطی مثلا گویم اونایی که با عنوان تروریست و افراطگرا در پایگرد قرار دارن اینقدر روی خط نمیکرد. حداقل همین که اینقدر روی خط زیاد کرده است یک خیانت است. مثلا برای یک کارمند مقامات انتظامی روسیه چه فرق میکند که این تاجیک یا شهروند تاجیکستان واقعا تروریست است، افراطگرا هست یا نیست؟ وقتی میبینه در پایگرد قرار دارد میگیرد به عنوان یک تروریست میفرستد تاجیکستان و وقتی که اونجا آمد خب طبیعی است و همونطور که شما فرمودین و ما هم خبر داریم، مثلا همه مردم خبر دارد که اون همگی شاید منتقد دولت ده یا شاید مثلا در زیر کدام یک در مطلب کسی را خوانده زیر اون مثلا یا لایک گذاشته، اونو به عنوان تروریست و افراطگرا میبرن زندانش میکنن. این یک جهتی مثلا. اما جهت دیگه مثلا آبروی این ملت، خدا لعنتتون کنه، چی پیام بدم من به اینا که بیان یا ملت با این حد مثلا همچون تروریست و همچون افراطگرا در جهان معرفی کنن، از طرف سرکوب کنن و خودشون هدایت کنن به همون سمت و سمت مثلا افراط و از طریق دیگه هم بیان در جهان ملت شرمنده کنن. من به عنوان یک تاجیک، به عنوان یک شهروند یک کشور شرمم میاد، خجالت میکشم. شما کی به حساب تمام هر چی دارید از همین مردم است، هیچ چی بودید. به قول خودتون رحمان چند بار گفت که شما کی بودید، مثلا خودش کی بود؟ هیچ چی بودن. امروز صاحب هر چیتن از پشت همین مردم، از حساب همین مردم. آخه این مردم احترام کنید از برای حساب، نه بدنام نکنید. حداقل اگر احترام نکنید حداقل بدنام نکنید. بله بله، واقعا چون سلامت باش. و موضوع دیگر داغ روز این است که ما و شما یگان محل شاهد آن نیستیم که امامعلی رحمان به واسطه امامعلی رحمان یا اینکه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یا دختر آن آزادای رحمان یا پسرش رستم امامعلی یگان نشست مطبوعاتی دایر نمیکنند، حالا آنکه اینها شخصان کلیدی همین حکومت هستند و با اندیشه شما نزدیک شدن به مردم، سوال دادن به این مردم رو گوش کردن، ژورنالیستان رو گوش کردن در نشست‌های مطبوعاتی به نفع همین ها هست یا نیست؟ تو اینکه همین مشکلات جامعه همه تگ زده است، امروز همه تگ زده است و وقتی که رئیس جمهورهای دیگر کشورها رو میبینیم، مثلا برآمده با خبرنگاران گفتگو میکنن، همه مشکلات رو مطرح میکنن، ولی در تاجیکستان در 33 سال ما همیشه مشاهده نکردیم. علت در چی است؟ ببینید شاید علت نشست مطبوعاتی دایر نکردنشان از ضرب المثل یا حکمت پسته بیمغز اگر لو واکند رسوا شود کار میگیرن. یعنی آگاهن که سخت متقاعد شدن یا که به این باور رسیدن که با البته نابسته از همه خودخواهی و از خود راضی بودنشان درک کردن که اگر لو واکنن رسوا میشن و شاید به این خاطر باشد. شاید علت دیگری هست که من نمیدونم. به هر حال شاید نمیتوانن در هیچ موضوع آزاد، یعنی که در هیچ موضوع به طور آزاد و مستقلانه صحبت بکنن، چون خب انسان وقتی آگاهی دارد از یک چیز در یک موضوع میتونه راحت صحبت کنه. اگر آگاهی ندارد خب طبیعی است که مثلا مشکلات به وجود میارد و از همون دوره های اولی چند نشست مطبوعاتی که سال 2011 دایر میشد خب واقعا خیلی چیزا فاش شده بودن و مردم دیده بودن که این وزیرا تا چه حد صلاحیت دارن، یعنی که تا چه صلاحیت ندارن. اگر دارن نه، مثلا هیچ صلاحیتی ندارن، مثلا نباید در این منصب کلیدی باشن اما خوب اومدن نشستن. البته خب رستم تا جای مثلا تا همین اخیراً میگفتن که یعنی که بین مثلا گویم بدخواهاش بگویم، خیلی اگر چیز بگویم در بین مردم البته بود این چیزو میگفتن که مثلا گونگکست و گوزدن نمیتونه از این حرفا و ظاهرا اخیراً خواستن که یک کم این چیز
از بین برن این شبهه را که نشان تیان که نیو هرز نمیتوند و متاسفانه از مانیتور یا که تلسوفلور یا طوری بخوام که کاش که نمیخوان، کاش که همه خاموش میبود، مشخص میشد که بهتر است. شاید مثلا میگفتن که خب در این سکوت، پشتی سکوت شاید چیزی هست که متاسفانه هیچی نبوده. آزاده را من یک بار مثلا در این نشست دیده بودم، شاید 2 ساعت اون نشست دوام کرد. همینجوری آمد نشست، تنها آدمی که یک چند جمله با اون صحبت کرد اون موقع وزیر فرهنگ بود، میرزا شاهرخ اسراری نامه، با همون صحبت کرد دیگه، با هیچ کس نه صحبت کرد نه گپ زد، من نفهمیدم که اصلا صداش چطوری است. خیس رفته یک جلسه یعنی نهادی بین المللی بود. خب امام علی رحمان البته یک بار در عمرش سال 2009 والله علم، بله سال 2009 یک نشست یک ملاقات با روزنامه‌نگاران داشت و کاش که نمی داشتم البته از یک طرف، چون چند سال برای مردم مهاجر مخصوصاً و برای کشور در مجموع درد سرساز شد اون ملاقاتش، چون آمد اونجا ادعا کرد مثلا یک مثل اوباش ظاهرا سرخوش بود، نوشیده بود به حساب و 4 ساعت هم آمد صحبت کرد. خب در 4 ساعت رئیس جمهوری یک کشور با روزنامه‌نگارا 4 ساعت وقت صحبت میکنه، طبیعی است که به هر جا میتوند برود. و البته امام علی رحمان وقتی که از متنی که آماده شده براش بیرون حرف بزند، واقعا صمیمانه حرف میزنه و حرفای جالب هم میزنه که ماهیت خود رحمان فاش میشد. آدم میبیند که چه است، چقدر چی دارد، این جوهرش چیست. اونجا آمدم مثلا ما نبودم، من با چند دوستای دیگر در یه سفری دیگه در جای دیگه با رئیس جمهور دیگه ملاقات داشتیم. همون موقع این اونجا به حساب دیگر رفته بودن و از طریق مطبوعات ما آگاه شدیم که گفته که من با آتمیز میگفت، نمیدونم چی میگفت، پدر میگفت چیزا اسلام کریم، گفته من از گریبان اسلام کریم گرفتم و گفتم که پوخ و پرخت میبرم. عیناً این متن چیزی که بعد در رسانه ها نشر شده بود. خب شما تصور که یه رئیس جمهور یک کشور ظاهرا فراموش کرده که او رئیس جمهور است، یا شاگرد سنگک بودنش خیلی به حساب اینجا خودش نشان داده. در هر صورت مثل یه اوباش میبیاد بین مردم که اونا روزنامه‌نگارن، بین روزنامه‌نگارا اینا قصه میکنن، مسخره است و سطحش همین قدر بود. اما در هر صورت یک بار واخورد، بعد از اون دیگه از همه واخوری ها از روزنامه‌نگارا کنار جست. سال یک بار ظاهرا قبل از نوروز یا ملاقات با زیایی ها با سیایی های دارد که اونجا من یک بار دعوتی بودم، یک بار حضور داشتم و دیدم که اینا هم مسائلی شخصیشون میخوان مطرح بکنن. یه نفر میخواد مثلا خانه بگیره، نمیدونم زمین بگیره، نمیدونم یه نفر میخواد کتابش چاپ کنه. یه مسخره بیش نیست، یعنی تلبندگی است، یه حالتی تلبندگی مثلا، چون همینطوری درست کردن و کسی که میخواد حرف بزند اون اجازه نمیتونن که حرف بزنن. یعنی اگر مشکلات مطرح شده که رحمان قهرش میکند دیگه، اونا رو اون وزیر اطرافیاش دستگاهش اونا رو مجازات میکنن و اونا نمیخوان که کسی مطرح بکنه. به همین خاطر هم دیگه هیچ ملاقات رخ نداد تا این موقع و فکر نمیکنم که رخ هم بده، چون اخیراً رحمان از سال 2016 به بعد میشد گفت که خب مشاهده میکنه خودتونم، خودش در یک جایگاهی میبیند که او دیگه هیچ گونه انتقاد درباره کار اون نباید باشد، او دیگه دست نارس است. یعنی اگر بگیم خیلی دینیش بگیم قدیس است، نعوذ بالله، اگر نگویم خودش پیامبر میدوند که شاید خدا هم بدوند، نعوذ بالله، اما در هر صورت برای اطرافیاش قدیس است دیگه، نباید در اونها هیچ گپی گفته شود، هیچ هر کاری میکنه درست است، حالا در صورتی که هیچ درستی نیست. حالا اونکه او یک رئیس جمهور است و باید مسئولیتی به دوشش گذاشته شده است یا به دوشش گرفته است خودش، باید در خدمت مردم باشد. ولی واقعا چون هست 100%. و دیگر موضوع سوال دیگر این است که چرا سخنگوی پرزیدنت هیچگاه دائما خاموش است، یگان هم نبرآمد سخنگویت تو نفقه رفتن است و این چونین و جای اون دیگر نفرم آمد. حالا هم
сухане аз онҳо намебарояд ба мисли дигар раиси ҷумҳурҳо ё президентҳо. بله. خب ببینید حکومتی که روزی مگو از مردمش ندارد، حکومتی که مردمی است و به مردم تکیه میکند و مردم باور دارد، طبیعی است که سخن میگوید به مردم از عملکردهاش، از مشکلاتش، اگر لازم شد از مردم کمک میخواهد و میگوید به مردم، چون مردم حکومت منصبدارای حکومت همچون خدمتگار خودشون انتخاب کردن و زندگی اونا از حساب مالیات یا اندازه که مردم میپردازد زندگی میکنه. یعنی که مال پدر هیچ کدام از این وزیر یا امام رحمان تاجیکستان مال پدر هیچ کدام اینا نیست. تاجیکستان مال مردمی تاجیکستان است. وقتی که اینطوری است، اگر واقعا اینا از مردم چیزای پنهان نکنن، مردم احترام بکنن و خودشون مثلا بدونن که این حکومت مردمی است، طبیعی است که میامدن با مردم صحبت میکردن. خب وقتی که رئیس جمهور طی قریب 30 سال همگی یک بار با روزنامه‌نگارا صحبت کرده، خب شما چه توقع دارید که سخنگوی اون که همیشه نگاه میکنه به دهن اون که چی میگه، یعنی که رحمانوف اگر یک جای مثلا خدای نخواسته سخن نادرستی یعنی یه چیزی میگفت، مثلا بگیم همون عبدالفتاح شریف زاده، خب از کار برکنارش میکرد، چون هیچی نمیگفت که 21 سال همچون سخنگوی رئیس جمهور از سال 2003 تا سال 2001 تا سال 2024 نه 21 سال بوده، 21 سال از سال 2003 تا سال 2024 سخنگوی رئیس جمهور بوده عبدالفتاح شریف زاده. خب البته ببینید آدم نباید از حق بگذرد. زمانه تا سال 2013 14 که رسانه‌ها در هر صورت فعال بودند و کار میکردن، نه به شکل نشست مطبوعاتی، اما به این شکل که مثلا در این یا آن موردی که واقعا موقع گویم حکومت رئیس جمهوری لازم شود، مثلا از جمله برای ازدگان بچه ما چند بار زنگ زده بودن، واقعا یا نظرش گفته بود یا اطلاع داده بود. اگر مثلا نمیخواست که از نام خودشون برد، حداقل اطلاع میداد و میگفت که اینطوری است، ما نمیخوایم اما رود، مثلا حالا شما اگر میگی از منابع دیگه تایید بکن، این کارو بکن. یعنی در هر صورت با رسانه ها تا جای همکاری میکرد. تا سال 2014 که رسانه ها یک کمی وجود داشتن، رسانه مستقل و میشد یک اعتماد بود. منظور از گپ ما باید او همچون سخنگوی پرزیدنت برآمده، یعنی که همه پیام پرزیدنت را سخن پرزیدنت برسونه به مردم چی است. ولی ما این رو نمیبینیم، به همون خاطر ما سوال بودیم و سوال نمیتونست خود، چون رئیس جمهور نمیخواست این چیزا، خود رئیس جمهور نمیخواست. آیا باید در نشست مطبوعاتی سیمون یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی اشتراک کرده و چرا اون در یگان مو شخصا من ندیدم که در یگان نشست مطبوعاتی برگزار کند؟ علت چی است؟ بله. نه مثلا من در هیچگاه من با یتیموف روپرو نیامدم، خوشبختانه یا متاسفانه، نمیدونم کدامش رو بگم بهتر است. در هر صورت با یتیموف من هیچ وقت در یک تالار روپرو نشدم. شاید یعنی که در یک تالار حضور داشته باشه من ندیدم، یعنی که به هر صورت صحبتی نبوده. در هیچ نشستی مطبوعاتش هم حضور نداشتم و راستی همونطوری که خودتون فهمیدید من اصلا یاد ندارم که یتیموف نشستی مطبوعاتی دایر کرده باشد. شاید برای این خاطر است که در هر صورت کمیته امنیت ملی یک نهادی چی میشد گفت اطلاعاتی است، یک نهادی مثلا مخفی است. بله، خب شاید به این خاطر با توجه به نظام کاریشان نمیخوان که نشست مطبوعاتی برگزار کنن. هیچ مشکلی ندارد، من در این مشکلی نمیبینم. اما میدونید بدبختی جای دیگه است. نشست‌های مطبوعاتی از یک نظر احترام قائل بودن به آزادی بیان، به حقوق‌های شهروندان، به حقوق مردم، حقوق بنیادی مردم، به دستی داشتن به اطلاعات است. اما سیمومین یتیموف به عنوان رئیس کمیته امنیت ملی یک آدمی هست که دشمن آزادی بیان است.
دشمن رسانه مستقل است. سیمومین یتیموف از زمانی که به سر قدرت آمد تا جایی که ما اطلاع پیدا کرده بودیم آمد ژورنالیستیک روزنامه‌نگاری را با تروریسم هموزن دانست. یعنی در یک صدارت نمیدونم اداره یا شعبه نمیدونم چی هست در همون اپراولین به قول خودشون در اونجایی که قبلا مثلا در شعبه امنیت اجتماعی یا که امنیت جامعه بوده اونایی که کارمندای کمیته امنیت که رسانه های و روزنامه نگاری را نظارت میکردن همین بخش آورد در شعبه مبارزه با تروریسم قرار داد یتیموف. یعنی روزنامه نگاری و تروریسم برای یتیموف در یک هموزنن و اینطوری آدم چی توقع داد؟ اون میاد مثلا با رسانه صحبت میکنه یا رحم میکنه، یعنی گویم که با وضع روزنامه نگاری برای آزادی بیان دلش میسن؟ نه، اون اصلا میخواد که هیچ آزادی بیان نباشد، چون در سیمای هر روزنامه نگار تروریست میبیند. باید یگان روزنامه‌نگار در اینجا یگان حرفی باید نگوید بیا که همه حرف جامعه، یعنی که هر که ژورنالیست خود آینه جامعه است و تمام مشکلات جامعه رو ژورنالیست هست که میگوید، برای او یک دشمن هم ژورنالیست ها. بله حتی دشمنش که یک طرفی مثلا میخوان با تروریسم، شما تصور کنید با تروریسم برابر کردن که در یک شعبه با تروریسم مقایسه کنیم و با اکستریمیسم. این علی خسکی همه ژورنالیست ها با مدل 307 اساس کمیته دولتی انجام و بغیر قانون داخلی که ما ژورنالیست های سرشناس و دیگر اندیش و فکرهای سالم دارند، آنها رو میبینیم که در پیگر قرار دارند و بیرون از کشور هستند و یک ایده ژورنالیستان در تاریخ قرار دارند که نمیتوانند از همون خطی که آنها کشیدن بیرون روند و وقتی که بیرون هم که بیروند در همون نشست‌های مطبوعاتی ما می‌بینیم که پاسخ روشنی از آنها گرفتن نمیتوانند. واقعا چنین است. سلامت باشید استاد. باز سوال دیگر این است که رئیس برق تاجیک در نشست مطبوعاتیش اعلام نموده است که تاجیکستان نمیتواند که لیمیت رو یا که برق تاجیک نمیتواند که لیمیت برق رو برداشت کند. آیا در 32 سال استقلالیت همین منطق در کجا است که یک حکومت ما دهها حتی صدها گیس داریم که دهها گیس های داریم که مثلا قوای برق به بیرون از کشور فروخته می شود ولی به مردم خود نمیدهند و باز آشکارا میگوید که حکومت یعنی که برق تاجیک نمیتواند که مردم را با برق تامین کند. چی است این یک از 33 سال این آیا که مردم را و قول مردم برایشان ارزشی ندارد یا اینکه خود دیگر بالای مردم علاقه تمامی چی رو گرفتن قدرت و زمامت رو بالای مردم همین چی؟ ببینید رئیس شرکت برق تاجیک نوابسته از کی بودنش؟ یا لخته که امام رحمانوف است، هر کسی هم باشد. یعنی امام رحمانوف هر چی میگوید همون یک طریق میرساند و شرکت برق تاجیک فساد زده ترین شرکت است در تاجیکستان. بله. اگر فساد زده ترین نمی بود، یه شرکتی که از هیچی براش درآمد میاد، سود میاد از هیچی، این شرکت قرضدار است. شما تصور میکنید یه شرکتی که مثلا تولید شده برق، فروخته شده برق، پولش کجا میراد معلوم نیست. البته برای مردم معلوم نیست، برای خیلی ها معلوم است کجا میراد. شرکت به صورت حسابای افشاری میراد. صورت حسابای افشاری یک کسای بیگانه نیست، صورت حسابای افشاری خانواده امام رحمان. من به چه خاطر گفتم اون دستش لختکس دستشانده است؟ و همه خاطرم اینجا بیشتر من مطمئنم که یک روز حتما این رازها آشکار میشد، حتما بازرسی میشد، تفتیش میشد و اون صورت حسابای آفشاری آشکار میشد و مردم میبینن که چقدر پولاشون دزدیده شده. از طرف دیگه وقتی که مثلا در یک کشور این آمار، این چیزی من نیست، این آمار در جهان قبول شده است، سوی کارشناساست، وقتی که در یک کشور مثلا بگیریم 1,000,000 به مقدار $1,000,000 فساد کاری میشد
به حجم 1 میلیارد به اقتصاد اون کشور ضرر میرسد. بله. شرکت برق تاجیک خودش اعلام میکنه که چند میلیون قرضدار است از اینجا و اونجا، آمارشون که در رسانه‌ها چاپ میشه، و هر از چند گاهی در پارلمان کشور امام رحمان راضی میشد، پارلمان تایید میکرد، قرض اینا بخشیده میشد. چرا؟ شرکتی که برق تولید میکنه، چرا مثلا از سنگتوده مثلا بگیریم، نمیدونم سنگتوده، حالا آمار دقیقاً نمیخوام اینجا بیارم، حالا از هر شرکت دیگری که اونجا در مثال برق تولید میکرد، از اون نیروگاه چرا قرضدار باشد؟ برق اون که گرفتی فروختی چرا پولش نمیدی؟ میان مردم گناهکار میکنن. آخر شما این روسیه با کجا میخواید برید؟ مردم هیچ گناهی ندارد. شما اگر واقعا میخواید با حق مردم مثلا ضامن نشید، رعایت شد حقوق مردم، کارخانه های مثل تالکا که سراپا ضررآورن برای کشور و برای اونا برق نته. با خارج فروختن برق هیچ مشکلی ندارد از نظر من. فقط مشکل اینجاست که حق مردم رو نفروشید. شما برای او تالکا، برای کارخانه مثل تالکا که پولش درآمد او چیز با مثل همونطور میرد به صورت حسابای آفشاری امام علی رحمان و خانواده‌اش و اطرافیاش، اونا کم کنید پولش، برقش بیاید برای خارج فروشید، برای کشور ارز وارد شد، به نفع مردم است، به بودجه کشور اگر وارد شد درست وارد شد، نشود که مثلا برق فروشانو با اون پولا مثلا برات به صورت حساب آفشاری کدام یک کس نفره مثلا. اگر اینطوری شود برق تاجیک قرضدار نمی بود. و این که میگوید که مثلا معذرت میخوام، این که میگوید که رئیس برق تاجیک ما نمیتونیم مردم رو تامین کنیم، نه، توانایی تولید نیروی برق در تاجیکستان به اون حد هست که سال 12 ماه تمام شبانه روز 24 ساعت تمام مردم را با برق لازمی تأمین بکنیم. فقط درست تقسیم بشود و درست پولش جمع آوری شود، نه قرضدار میشد برق تاجیک. یکی از شرکت های پولدارترین خواهد بود اگر درست بشود، فساد نباشد. عرض کردم 1 میلیون مثلا ضرر میاد، 1 میلیارد ضرر شده برای جامعه کشور. مثلا که در نظام فساد اگر بالا شود و چیکار شما درباره شرکت تالک و الومینی زواد شما صحبت کردید، ما وقتی دانشجو بودیم امور از گزیده ها میخوندم، امور بود که یعنی 70% برق تاجیکستان، نیروهای برقی که برق تولید میکنن 70% رو برق الومینی زواد استفاده میبرن، 70% برق استحصال تاجیکستان رو. ولی از میبینید از برق تاجیک قرضدار است. حالا اون که برق رو از دیگر حتی از مردم ارزان‌تر می‌خرند برق رو. بله. خب یعنی این یعنی که بگذار با خارج از کشور فروشن، ولی ما با شما 100% موافق هستم که با خارج فروشید مرحمت، ولی حق مردم رو نفروشید و در پس سرما. خب ما درباره برق صحبت کردیم و سوال دیگر این است که درباره امید بزرگدار، درباره یکی از سوالهای مهم و دردی امروزه است. در نشست مطبوعاتی میگوید که روزنامه‌نگاران زندانی که در زندان هستند آنها میخواهند که پرونده آنها بازبینی شود. یعنی که آنها دعوا دارند، ادعا دارند که آنها به ناحق زندان شدند، در زندان نشستند، ولی هیچ نهادی از تاجیکستان گوش شنوا یا چشم بینا ندارد و همین روزنامه‌نگاران زندان کردن برای جامعه و برای خود همین رژیم چی پیامدی دارد؟ اون که اونا روزنامه‌نگارا میگن که ما بیگناه مثلا زندانی شدیم، واقعا بیگناه زندانی شدن و بازداشت همه گونه، همه شخصیت ها، همه فردایی که به خاطر نظرشان، به خاطر اندیششان یا به خاطر انتقاد از این یا آن نارسایی در کشور بازداشت میشن، زندانی میشن، این بدبختی فاجعه
همون کشور است. فرق نمیکنه چه حکومتی چه غیر حکومتی، در مجموع این فاجعه است. چون گرفتن پیش راه اندیشه و آزادی بیان در دراز مدت باعثی از رشد ماندن فکرها می شود و طبیعی است که کشور از رشد می ماند. بازداشتی مثلا چند روزنامه نگار، یعنی که 7-8 روزنامه نگار که اخیراً در یک سال و اخیراً مثلا بازداشتی نویسنده واقعا شهیر، واقعا شناخته عبدالقادر رستم و مؤلف کتاب به حوادث روزگار من عبدالخلیل خالقزاده و با بر بالای این مدیر نشریات بازداشت کردنشون به خاطر اینکه نشان دادن که کاری گروهی بود. این همش در مجموع لگدمال کردنی آزادی بیان و حقوق اولیه شهروندها در کشور است. ببینید در یک کشوری که با نظام خودکامه و حکومت افطاریتری و خانوادگی ادعای داشتن وکالتدار حقوق انسان کار مسخره است واقعا. باور کنید البته همچون یک منصبدار وقتی رفته و عرضی برادر ما و شما رو در زندان شنیده، خب همین هم شاید یک عمل خوبی است، قابل قدردانی است و حالا حداقل یک نفر شنیده عرضی اون را. حالا آیا این عرضی این نفر که شنیده یا هر نفر دیگه که عرضی اون را میشنود آیا میتوند تغییر در وضع اونا ایجاد بکند؟ من بعید میدونم. با چه خاطر بعید میدونم؟ به خاطر اون بعید میدونم که تصمیم زندانی کردن دلیر امام علی، روزنامه‌نگار دلیر امام علی، عبدالله غربتی، زرقیبک سعید امینی، عبدالستار پیر محمد زاده و با چند نفر دیگه هم هستن. همه اینایی که اخیراً به حساب بازداشت شدن، زندان شدن، در سطح مثلا بگیریم وزیر نیست، تصمیم حکم در بالاتر از دادگاه و از رئیس دادگاه و از وزیرا بالاتر گرفته شده، در بالاتر. من فکر میکنم مثلا برای این 4 نفر که چون در شهر زندگی میکنن، در دوشنبه زندگی میکردن، بعضی از مشکلاتای ناحیه های شهر، اطراف شهر هم میگفتن، همین بیشتر در تصمیم گرفتن برای زندانی شدنشان این فعالیتشان بود، فعالیتشان در رابطه با نارسایی های شهر. و من خوشحالم از یک جهت که تصمیم کشتنشان گرفته نشد، چون از این حکومت و از این نوکرای حکومت بجز بدی، بجز نیکی و رعایت حقوق انسان دیگه همه گونه بدی رو میتونه انتظار باشه، همه گونه کار انجام میدن، میکشن. چون دیدیم کشتن مثلا و خدا رو شکر که حداقل تصمیم کشتنشون نگرفتن، حالا زندان هم باشن با یک بهانه شاید حالا آزاد میشن، هیچ هم نشد تا آخر مثلا بشنن آزاد یه روز با آزادی بیرون میآین با سربلندی. و اما برای کشور، برای مردم چی ضرر دارد؟ عرض کردم وقتی شما میاد آزادی بیان پیش راش میگیرید، رشد کشور پیش راش گرفتید. به چه خاطر در کشورهای مترقی، یعنی ترقی کرده جهان اول که اونطوری که میگن یا جهان دوم، اونجا این قدر برای آزادی بیان، برای فعالیت آزاد رسانه های مستقل شرایط فراهم میارن. چرا؟ اونجا هم انسان ها در حکومت، همونجا هم انسان ها شاید از تنقید خوششان نیاد، اما اجازه میتن که کار کنن، چون میدونن که این یکی از راه رشد است. افکار مردم وقتی که آزادی دارد، برای کارهای بزرگتر مردم آماده میشن. فقط ضعیف ها هستند که از تنقید میترسن، فقط انسان های ضعیف، ترسو، خودخواه هستند که از انتقاد میترسن، از تغییرات میترسن، از اصلاح میترسن. اصلاحات کار خوب است، باید انسان اصلاح بشد. همه ایمان نیاز به اصلاح داریم تا به کمال برسیم. انسان واقعی همیشه کمالجو است. متاسفانه حکومت ما و مقامات حکومت ما اینطوری نیستن. من خیلی واقعا برام جای افسوس دارد که در یک کشوری هستیم که
حکومتدارا ما اینطوری است. مردم ما هم دیگه متاسفانه واکنششون طوری نیست که چیز باشد، ارزنده تشکر. یا ملت سربلند باشد. دیگر سوال این است که وقتم تنگ است برای ما کمی وقت داریم موضوع سوالم اجرا کنیم. دیگر سوال این است که آیا مخالفان هم باید نشست مطبوعاتی برگزار کنند و کارهایی که خود انجام دادن چه در داخل چه در خارج، در داخل عیناً فعال نیست یگان نفر بله انگشت شمار شاید باشند یا که نباشند، یعنی که آنها هم باید همین کاری که میکنن به مردم پیشنهاد کنن باید فعالیت خود را حسابات بدهند یا نه؟ بله ببینید، خب وقتی که مثلا یک گروه مردم جمع میشن، یک حزب و حرکت تأسیس شده، طبیعی است که یک هدف با مثلا اگر حزب سیاسی است یا حرکت سیاسی است، هدفهای سیاسی داره، با مردم میخواد کار بکند، حتی برنامه دارد برای تغییری وضع در کشور. خب مطمئنا که اونا باید که نشست‌های مطبوعاتی داشته باشن اگر ضرورت ببینن خودشون، البته چون اگر از تجربه در داخل بودن، وقتی در داخل بوده ما اون وقت اگر بگیریم، واقعا بعضی همچین نشست‌های بود. مثلا من یادم است چند نشست‌هایی که رئیس حزب سوسیال دموکرات رحمت الله ظاهر برگزار کرده بود یا رئیس حزب نهضت اسلام تاجیکستان محیدین کبیری برگزار کرده بود، نشست‌های مطبوعات داشتن. و گذشته از این ببینید حزب‌های سیاسی، مثلا حزب‌های سیاسی مخالف یا حرکت‌های سیاسی مخالف با رسانه‌ها بیشتر همکاری میکنن، دسترسن، یعنی به قول ما روزنامه‌نگارا با اونا میشد مثلا هر موقع زنگ زد و یک خبر گرفت، اطلاع بگیرید. اما اینجا حکومت بیشتر در دست نارسی قرار دارد. منبع در صورتی که برای کشور منبع اصلی اطلاعات باید که حکومت باشد، چون اونا کار میکنن. این مخالفان، یعنی که حزب مخالف و حرکت مخالف در مقابل اون قرار دارد. خب طبیعی است که اینا با رسانه‌ها کار میکنن. وقتی با رسانه‌ها کار میکنن چیزشون گفته میشد، عملکردهاشون، کارهایی که انجام دادن و برنامه‌هایی که دارن اینا گفته میشود. اما آیا نشست مطبوعاتی دائمی مثلا باشد و نباشد نمیدونم. به این شکلی که نشست مطبوعاتی در تاجیکستان میشد، راستش من مناسب نمیبینم که هیچ چیزی مخالف بیاد این گونه مثلا نشست مطبوعاتی برگزار کرد، بیاد مثلا یک پرس ریلیزی مطبوعاتی بخونن، مثلا گودی ورقه مطبوعاتی بگیرد بخوند بگه ما فلان کار کردیم تمام خیزد رود. نه، اگر نشست مطبوعاتی آزاد باشد بله بهتر است. اگر همچین شرایط بشود، چون این شرایط اگر هست انجام میتین، خیلی کار خوب میشه. سلامت باشید. و آخران سوال است و بعدا خداحافظی میکنیم. عامل اساسی ظلم رو ریشه‌کن کردن در تاجیکستان، ما چیکار کنیم که همین ظلمی که امروز حکومت و مقامات‌ها دارن بالای مردم انجام میدهند و ما چی کار باید کنیم که همین ظلم از بین رود؟ طریق سخن، پیام یا که با کلام راه اصلاح وضع است. بله ببینید، مثلا در تیپ اگر بخوان تبابت بکنن، اول میان ریشه یابی میکنن، یعنی تشخیص میتین که مریضی چی است. مثلا اگر سرطان است میان سرطان تشخیص میتین، میبینن که مثلا سرطان وخیم است یا که نه، و میان مثلا یا عمل چیز انجام میتین، جراحی، یا از طریق تبابت شیمیکی یا که شیمی اونا یا درست میشد یا مثلا. حالا باید ببینیم اینجا که آیا مثلا این ظلم، این کارهای که عملهای غیرقانونی که در کشور انجام میدن حکومت، مقامات حکومتی، آیا اصلاح شونده هست یا نیست؟ یعنی آیا میشد با همونطور که شما گفتید با سخن، با انتقاد یا با پیشنهاد اصلاح کرد؟ اگر نشد خب دیگه میمونه تمام عملیات انجام دادن عملیات. چون اگر واقعا برای مردم است، در بعضی حالات ها واقعا عمل درست که اذیت کننده است، درست که مثلا رنج آور است، آخرین مرحله دیگه میمونه تمام عمل کردن. اگر با تبابت نشد دیگه باید عمل بشود.
یعنی گفتنی است که وقتی که دیگر راهی نمیموند مردم مجبور میشن که عمل کنند در بله بله، وقتی این پیشنهاد کردن تنقید کردن نشد دیگه میدان عمل براشون وجد. یگان پیامی داشته باشید مرحمت و به همین میخواهیم برنامه رو با انجام رسانیم. سلامت باشید. فقط خیلی نباید خوشبین باشیم به هر حال، چون در کشور متاسفانه یک نفر و یک خانواده بیشتر، یک نفر، حالا بیایم به یک نفرش بگیم، هم رئیس دادگاه است، هم دادستان است، هم مفتش است، همش خودش است و تصمیم را خودش میگیرد. متاسفانه عرض کردم در خودش در جایگاهی میبیند که دیگه هیچ کاری که دیگران پیشنهاد میکنن ظاهرا براش پسند نیست یا انتقاد کنن پسند نیست. برای هم باید که مردم خودشان برای آینده خودشان باید فکر بکنن، چون از گفتن من یا از انتقاد من با جز اینکه مثلا چند مقامات دیگر از من بدش میاد و نسبت من دشمنی میکند، شاید کار تغییر نپذیرد، اما خب نگفتنم دیگه برای به نظر من جنایت است، چون میبینم که مردم در این وضع هستند و حکومت اینقدر در نسبت مردم عملهای غیر قانونی انجام میده، سرکوب میکند، جنایت میکند. در برابر اون صدا بلند نکردن هم دیگه جنایت است. نمیخوام که من شریکی جنایت ها باشم، به همین خاطر این حرفا را گفتم. موفق و مؤید باشید. امیدوارم که یک روز تاجیکستان یک کشور واقعا دموکراتی، واقعا یک کشور مردم سالار و حکومت ملی خواهد داشت که ما در کشور این روزها رو یاد خواهیم کرد. موفق باشید. سلامت باشید، موفق باشید. شما وقت خود رو در ایران داشتید و در این برنامه با ما فکر نظرها و به سوالهای برادران و ما پاسخ دادید. خیلی می‌نیادور هستیم. سلامت و سربلند باشید. خدا و یار مددگارتان باشد. خیلی سخنهای جالب خوب رو شما ارائه کردید. پیام خود رو و حرفی که باید حرف دل مردم رو از زبان خود که از دل خود از صدق و صفا و مردم رساندید و ما امید داریم که هر اون کسی که از مقامات ها ما رو با استاد ظفر صوفی روزنامه‌نگار و شاعر شناخته تاجیک دیده است، هدف از مقصد در برنامه اشتراک کردن اینه که سخن مردم رو به گوش شما رسوندن و رساندن و خود رو یعنی که میخوایم که ما خواسته که سخن حرف دل مردم رو به شما رسانیم و استادم خیلی حرفهای خوب و مزه‌داری گفتن. تشکر زیاد. سلامت باشید. خداوند موفق کنه.